ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که کارمندان میلیسیا در نتیجه گذراندن کارهای پیشگیری کننده بیان کردند که دانشجوی بخش سیوم فاکولته مالیوی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان محیدینوف خدای نظر سال تولدش 2001 استقامت کننده نویه یووان جماعت دیهات دهنه با автомашین شخصی تمغه تویوتا کارولا رقم قید دولتیش 3144 SS01 به دانشگاه عضو شده است. وابسته به حالت مذکور جهت قبول قرار دخلدار از جانب کارمندان میلیسیا مواد لازمه ترتیب داده شده به عنوان رهبریت وزارت معارف و علم تاجیکستان و همزمان به دانشگاه ملی ارسال کرده شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه ذکر کرده است که طبق مقررات موجوده در صورت آشکار گردیدن چنین حالتها دانشجو را میتوانند به مهلت 3 سال به حقوق برقرارسازی از دانشگاه خارج کنند. از این لحاظ دانشجویان را میباید وقت پرقیمت خود را به آموزش و تحصیل گذرانیده دست به چنین قانون شکنی ها نزنند و نام خود را داغدار نسازند. تاکید کرده است مرکز مطبوعات میلیسیای پایتخت بر اساس یک فرمایش وزارت معارف و علم با ماشین به درس آمدن دانشجویان در مکتب‌های عالی تاجیکستان قطعاً منع کرده شده است. این محدودیت در برابر محدودیت‌های دیگر موجوده در تاجیکستان چون فقط در دایره عائله گذرانیدن زودروز یا محدود کردن شماره مهمانان و نامگوی طعام و حتی مقدار گوشت و برنج در معرکه‌های توی ماتم مردم از جمله تصمیم‌هایی است که در بیرون از تاجیکستان عجیب و غریب می‌نمایند. حامیان حقوق این نوع تصمیم‌ها را همچون نمونه‌های دخالت ناجا و ناضرور دولت در حریم حیات خصوصی شهروندان تنقید می‌کنند. خود دانشجویان نیز از قرار منع با ماشین به درس آمدنشان چندان راضی نیستند. در وقتش پیشگیری از خودنمایی دانشجویان ثروتمند در نزد همسبقان نادارشان یک دلیل این تصمیم نام برده میشد، ولی دانشجویان میگویند بیشتر با ماشین آنهای به درس میآیند که پول تحصیل و تامین روزگار خود را در دوره دانشجویی از پشت ماشینشان مییابند. با گفته دانشجویان بسیاری آنها بعد درس مجبورند که چند ساعت با ماشین‌های خود کراکشی کنند تا پول زندگی را پیدا و پول تحصیل خود را جمع کنند. اکثر چنین دانشجویان ماشین‌های ارزانه که به مثل اوپل دارند و از بس که در سن دانشگاه گذاشتن ماشین‌هایشان میتوانند سبب جزا دادن آنها شود، دانشجویان ماشین سوارها را اکثر وقت ماشین‌های خود را در یگان توقفگاه نزدیک به مکان درسشان گذاشته تا دانشگاه پیاده می‌روند.